خوبه. بچه ها خوب بخونید. خانمان را با هم میسازیم، دیوارهایش را قرمز میکنیم تا در زمستان گرم بمانیم. سقفش را آبی میکنیم تا در تابستان خواب دریا ببینیم. بامش را زرد میکنیم تا در پاییز آفتاب نمیتونه اون باشه. در باغچه اش گل همیشه بهار میکاریم. در ایوونش گل از یادم نبر میگذاریم. خانه ما کوچک است اما یک جای کوچک برای خنده در آن میسازیم. خانه ما کوچک است اما یک جای کوچک برای عشق در آن میسازیم. گنجی کوچک برای قصه هایمان. تختی کوچک برای خاطراتمان. یک جای گرم و راحت برای محبت میسازیم. خانمان را با هم میسازیم. ورزشکاران و سرخیزان کامروا باشید. یکی و دوتا، دوتا و ستا، ستا و چارتا، چارتا و پنجتا، پنجتا و ششتا. ماشاءالله. لینگ لینگ به افتخار پهلوان پدر. داشه گلم بفرما تو گل. قربون دستید، همون آخرین باری که 15 سال پیش با هم ورزش کردیم واسه 7 پشتم بس بوده. ای امان از پیری. نفهمیدم کی گفته من پیرم؟ حالا داشه گلم اشکال نره، این شطوریه که در خونه همه میخواد. بله بهمن آقا این نونو بگید ببینم این عمود چی میگه. بیا ببینم. گرچه پیرن ولی جوان مردم. آقا پسر بیا زیر کتین آقا جون تو بگیر. آی وای شونم، آی کمرم. بعد عمو یه بدل اومد. بابا تو اومد به خودش بجنبه. عمو فیتله پیچش کرد. اینجوری باشه. ای وای چرا اینجوری میکنی؟ کمک تو چرا یه خون به مغزت نمیرسه؟ بزرگترها یه کاری میکنن بچه هم یاد میگیرن. اوه گرفت، بازم گرفت. آخه مرد جلوی بچه ها گفتن نداره، ولی این کار از سن تو گذشته. گرچه پیرم ولی جوان مردم. بسه. گرفتم. آخه زن داشت آدم یه جوری سر خودشو گرم نکنه که دلش میپوسه. سرگرمی خوبه ولی آخه نه هر سرگرمی. قبوله. فردا جای کشتی گرفتن کاراته بازی میکنیم. بهمن دارا وای دوباره گرفت. یه فکری، چرا یه کاری نکنیم که هم سرمون گرم بشه هم فایده ای داشته باشه؟ مثلا چه جوری؟ اینجا نوشته که خانه فرهنگ محله میخواد یه جشنواره تئاتر محلی برگزار کنه. چرا ما توی شرکت نکنیم؟ گل پسرم بیا اینجا بابا جون. بله. بیا اینجا ببینم بابا. آی قربون آقا دکترم برم که انقدر باهوشه. آفرین عالیه. منم میخواستم بگم که زبونم بود. فدای بهمن آقا قربونت برم عمو جون. حالا کجا میخوایم این تئاتر رو بازی کنیم؟
جاش با من. ما یه عمر تو کار جشن و شادمانی هستیم. متن نمایشم با من، لباساشم با من. منم کمک میکنم. منم نقش آدم فضاییه رو بازی میکنم. چی؟ من از همه معذرت میخوام. کاش خانوم والدت زنده بود میدید آقا دکترش چه میکنه. داستان ما درباره پدر بزرگیه که یه روز با یه آدم فضای آشنا میشه. نه، یه روز که پدر بزرگ میخواد بره شهر، بزغاله کوچیکشو میسپاره دست نوش. که این نوش یه آدم فضایی. نه خیر، که نوش باید از این بزغاله کوچولو در برابر یه راهزن بدجنس مراقبت کنه تا راهزنا آدم فضایی بزغاله‌شو نخورن. نه، در این راه یه پری مهربون که با سفینه آدم فضایی توی صحنه فرود میاد. وای نه، یه پری مهربونم هست که به چوپان کوچولو کمک میکنه. خیش تموم شد. حالا هر کسی چه نقشی رو باید بازی کنیم؟ اما شما پدر بزرگ رو بازی میکنین، من چوپان کوچولو رو، بابا راهزن و سارا پری مهربون. بریم، منم آدم فضایی رو. بریم، بهمنم بزغاله رو. تمرینا از فردا شروع میشه. پس چرا انقدر دیالوگ من کمه؟ بزغاله باشی تازه دیالوگ هم نداشته باشی؟ من بزغاله عمرم کمتر از آدم فضایی راه نداره. بنگ بنگ بنگ. ببین چقدرم بهم میاد. من باید نقشم از همه گنده تر باشه. باید نقش اول باشم. یا آدم فضایی با کلی دیالوگ یا هیچی. نگاه چه خیلی خوب، قبل از شروع نمایش احتیاج به یه پیش پرده داریم. پیش پرده دیگه چیه؟ پیش پرده یعنی اینکه یه کسی یه چیزی بخونه یا یه شیرین کاری بکنه و تماشاگران رو سرگرم کنه. این تو نمایش ایران یه سنت بوده. حالا کی داوطلب میشه؟ وای نه، من روم نمیشه. برو خدا انقدر اصرار نکنین که بلد نیست. خب حالا که انقدر خواهش میکنین قبوله. ماشاءالله به من آقا این دونه ها رو برسون بینیم بابا. خیلی چشم. آفرین.
صدای دستا رو نشنفتم. الان بهمن جون هر موقع خودنه تموم شد بگو تمرین رو شروع کنیم. اما از صبح تا حالا دست کم 50 تا هندونه ترکونده. نعمت خدا رو که نمیتونیم برسیم دو. بهمن بس دیگه. خب یه بازیگر باید بدن آماده‌ای داشته باشه. پس از تمرین بدنی شروع میکنیم. آماده؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. سارا برای چی میخندی؟ حیوانی جوون مردم فکر کنم یکم ناراحته. بیجان جون قرض مگه آماده شدن بدن نیست؟ بله ولی آخه اینجوری بسپارش به من. به من آقا بزن بریم. داش بیا ببینم کشتی گرفتنت پیشرفت کرده یا نه. او نه باش اینم از لباس. لطفاً همه مواظب باشین لباساتون خراب نشه چون از فردا میخوایم با لباس تمرین کنیم. این کلاه شما، این چشمبند خانداداش، این لباسای بیژن، این انبار پری خانم مهربونم. چه خوشگل شدی. همه لباساشونو گرفتن. فکر کنم لباسای بهمن جا مونده. پس لباسای بهمن کو؟ بفرمایید. من چون فکر میکردم ممکنه لباسم گم بشه خودم لباس آدم فضایی متهیه کردم. البته یه سری دیالوگم برای خودم نوشتم. اینا هاشیش پاشین دیگه پاشین دیره کلی کار داریم بعد بریم سر تمرین. پاشین بابا پاشین. بنده میرم تو حیاط یکم هوا بخورم. وایسا بابا. واقعا که بهمن آقا چطوری؟ بد نیستم دیدی همه رفتن. بهمن آقا عابدزاده رو یادت میاد؟ بله که یادمه. علی خان دایی رو میشناسی؟ علی دایی رو نمیشناسه. وقتی خارجی ها میخواستن با تیم ملی ما بازی کنن فوروارداشون از ترس عابدزاده یه ما خواب و خوراک نداشتن. از اون طرف هم توپی نبود که واسه آقا دایی سانت نکنن و دروازه‌بان حریف مجبور نشه توپو از تو گل در بیاره. خب تو فکر میکنی این دو نفر از همون اول فیکس تیم ملی بودن و همه 90 دقیقه رو تو زمین بازی میکردن؟ خب نه. قضیه اینجا بود که این دو نفر همون چند دقیقه‌ای که بهشون بازی میرسید انقدر خوب و درست و با جون و دل بازی میکردن که مربیشون قانع میشد تا برای بازی بعد فرصت بیشتری بهشون. یعنی این که یعنی همین که جناب عالی شنیدی. میدونم چی میخوای بگی. خیلی خوب فردا یه متن جدید مینویسم که تو توش آدم فضایی باشی کلی هم دیالوگ داشته باشی. نه میخواستم یه چیزی نشونت بدم. چی؟ بابا چطوره ها؟ یعنی تو حاضری نقش بزغاله رو بازی کنی؟ معلومه که حاضرم. آخه چی شد که یهو تصمیمت عوض شد؟ عابدزاده و علی دایی رو یادته؟ خب آره ولی این یعنی چی؟ یعنی همین که جناب عالی شنیدین. بهمن آقا آفرین به تو آخر آقایی.